من خواهش میکنم کنار ما باشید، نشون بدید که ما در عمل کنار هم هستیم، نه فقط توی مجازی. اونا تمام تلاششون رو میکنن ما باخت رو بپذیریم، به خاطر اینکه نمیتونن باخت رو به ما تحمیل کنن. باید باهاش مقابله کنیم و ازش عبور کنیم. من دیوونه نیستم که جونم رو قمار کنم، به خاطر اینکه این بازی قمار نیست، شطرنجه، کاملا قابل محاسبه است، کاملا قابل پیش بینیه. به وضوح میشه دید پیروزی مردم رو. و قوی بمونیم، امیدوار باشیم. ما امروز باید یاد بگیریم که خودمون به خودمون روحیه بدیم. ما باید یاد بگیریم که خودمون رو ریکاوری کنیم، روحیه‌مون رو زنده نگه داریم، بخاطر اینکه همین ارتباط رو هم حتی شاید روزی نداشته باشیم. اینجا یه نکته رو باید به خودت یادآور بشی. فرهنگ از نوک هرم ریزش میکنه. اگه از فرهنگ چاپلوسی یا قلدری بدت میاد، نوک هرم رو تغییر بده. ما باید بفهمونیم به این حکومت که ما خیلی قوی تر از اوناییم. انسان بدون آزادی هیچ نیست. هیچ نظامی، هیچ چیز نمیتونه جلوی اتحاد مردم بایسته. ما همدیگه رو داریم وایسادیم پشت همدیگه، محکم. طول میکشه ولی این پایانشونه. من باشم تو باشی یا نه، این پایانشونه. تموم شد. میخوامتون زیاد موفق باشین.